خب بریم برای یه سرچ جذاب. دست HP که اصلا بی‌نظیر خیلی. آره بریم ببینیم که چه میکنن بچه ها. بازی شرمنده این نت اولم تموم شد بنشون رو نوید جان تو لایو. خب ببینیم که بچه ها به سرعت شد. آره عجب رشدی دادن با وجود اینکه سرچ همیشه دست بسیار کمپتوره و اونقدر راشی نمیبینیم ولی بچه ها ماشالله بچه ها این وان قشنگ راش دادن. آره بذار ببینیم که فهمیدین اینجا آره خطشو 2 نفر گرفتن. حالا ببین یه کمپ ریزی کرد. یکی تو کانکس یکی تو ای. گادفادر رو میندازه. خب بچه ها خزیده عمل میکنه خزان میرن و بوم پلنگ شد. ببینیم 3-3 هست بازی. آره یکی تو کانکس میتونه بفهمی که تو کانکس یا نه. اوه خوردش. آلبا رفت واسه دفیوز دیف کرد. تمام اوه عالی. بچه های کم عجول بودن توی بوم پلن کردن. به نظر من بیشتر کم میکردن. دقیقا همچنان سمت A پلای میدن. بچه های پلیرن کلا تو هر مپی. آره کاش بی میرفتن اینام که شون از دست دادیم. یه نفر تو سعی به والبنگ داره که کاملا هم ناموفقه. یه فیلیکشات قشنگ میخواست بزنه ناموفق بود. دیگه بازی رفته تو فاز کمپ و اینا دیگه. دقیقا بزن دیگه دیدی ما میبینیم. خب مثل که بازی برگشت سمت بی. بچه های ای و پیتجوره نخواستن برن جلو. وا یه چی بهت بگم من از اینجا دارم چنج میدم یادم رفت در رو استریم چنج بدم. بچه ها فقط یه نفر رو میدیدن. حواسم ببخشید بچه. خب رو شریم الان توی تک به 2. ببینیم شری یه کلاچ میتونه بکنه برامون یا نه. حواسم نبود این راندو چنج بدم. روی یه نفر همجور مونده بود. خب بچه ها رفتن واسه پلنت. بمبو پلن کردن. شری دوان میره سمت ای. ببینیم خب بریم ببینیم که چی کار میکنه. چی کار قراره بکنه. یه دونه رو کم میکنه و بریم روی اگه هول بشه عدس میده. به نظرم نباید هول بشه.
بعضی مواقع ولی خب تایمش نمیره. تایم رو نتونست کنترل کنه اونقدر، ولی همینجا دقیقا هوش بازی میخواد دیگه که تا صدای دفو میشنوی سری نری و بهش تایم داشته باشی. دقیقا. خب ببینیم بچه هم بیبی سولو این سری کجا میرن. سمت بی پلی میدن. رو میگن. بله. چرا بیرون بازی کنن ببینیم. این که دو به دو کردن بازی. آره تمام. بازی نفسگیری است. آره واقعا. خیلی نتیجهش غیر قابل پیش بینیه. دقیقا. دوباره میرن سمت بی. ببینیم بچه های عنوان چی کار دارن میکنن. نام بی رو گرفتن و اوکی نفر اول از دست میدیم. بی رو از چنگال در بیارن یا نه. دو به چهار بچه های اموان بازی میکنن ببینیم. سخته 2-4 سخته. واقعا 2-4 مشکله، ولی حالا تا بچه ها بتونن این بازی سنگین رو جمع بکنن. بوم پلنت شد. و آلبا رو میزنه. برعکس بازی HP که بچه های انوان طوفانی شروع کردن، سرچ و بچه های میبی سولو طوفانی زدن. آره دوباره سمت بیان همگی. بچه ها کلن بی عاشق بی شدن مثل این که اول بازی خیلی بودم الان بچه ها تغییر سلیقه دادن. او شایی رو زدن ایشون هم که اوکی. اینقدر سریع پیش میره جریان بازی نمیتونم چنج بدم. هی خیلی سریع جریان بازی. ببینیم بچه های میبیسو این سری کجا میرن. فکر کنم ای برن. نه دوباره رفتن بی. بچه ها پلن رو تغییر نمیدن. فکر کنم دیدن خوب پلی میدن رفتن که رو بی بمونن. دقیقا. ریسک نمی کنن جا به جا کنن. عاشقانه بی. نه دیگه مثل این که خیلی هم آخه بازی آدم دستشون میاد دیگه. نباید بی میرفتن اشتباه کردن. خب لوز دادن این دستو. 4-2 نباید میرفتن بی. خب بریم ببینیم که بچه های انوان کدوم سمت میرن. فکر کنم ای برن اولی رو. اگه بی برن کار اشتباهیه ها. شما مثل این که به حرفمون گوش میکنن. آره بی کار اشتباهیه رفتنش. چرا نصیحت ما رو قبول کردن مثل این که دل به دل راه داره. خدا لعنتت کنه. محتاطم. میخوام پلن کنم مثل اینکه، ولی هنوز قصدشو ندارن. فعلا میخوان تعداد بیارن پایین. شیر رو دست دادیم. ببینیم آلبا چی کار میکنم.
پشت بوم سایدم. او ببینیم میتونه کسی رو کم کنه. آلبا ای یکی رو کم کرد. آفرین. آلبا رو هم از دست دادیم. یه دونه اوجیه و 4 نفر براندو میگیرن بچه ها. زیبا گرفتن راندو. خب بچه ها یکی A 2 تا B. چه شاتی زد. تمیز. آره خیلی تمیز بود. سومی رو نتونست. سومی هم میزد محشر بود. خب راندو گرفتم. خیلی کمپ نمی کنن دوتا تیم. زیاد حوصله‌شون به کمپ و اینا نمیرسه. مثل که جفت تیم یه ذره بچه ها راشرن. میگن یا ما میزنیم یا میخوریم. آره راشر تور دارن میرن جلو اصلا. هر کجا ما دیدیم ما میزنیم. آره خوبه حوصله سربر پلی نمیدن. دقیقا. فریو داریم اینجا که تمیز فایت میده ولی دید میده در آخر سر. ببینیم گرفتن راندو. یه راند آخر مونده ها. میتونن کامبک کنن اگه بخوام بچه ها. یکم برنامه ریزی شده اگه پلی بدن. دقیقا. اگه یکم برنامه ریزی شده پلی بدن میتونن که. کوچکترین اشتباه. آره الان وقت اشتباه نیست. دقیقا. چه شاتی. خب این ور دارم مثل که پلن میکنه. آلبا پلن داد. بمبو پلن کرد. آره بله. بچه ها بینیم 30 ثانیه میتونن از حریم بمب محافظت کنن یا نه. بچه ها مثل این که نزدیک به گرفتن ایراندم هستن. بچه ها قفل شدن توی و یه تک به تک خوشگل داریم. مهدی اوجی و اندیکس کی بود؟ دقیقا. هنوز امید به کامبک دارن. ببینیم بچه ها چه میکنن. سمت کدوم ور راششون؟ تقریبا این فکر کنم باز میخوام برن این. آره تقریبا نمیخوان راش بدن. رفتن واسه پلن. آفرین. بچه ها بهتون مزه داده مثل این که بکنم تازه محافظت از شما. لم کار دستشون اومده که تازه بچه ها مثل این که بازی با تایم رو میخوان اجرایی بکنن. چجوری زدتش پشما. بله مثل این که کامبک در راه داریم آریانا. میگه انوان چی کارش میکنه؟ سوراخش میکنه. ببینیم میتونه واقعا یا نه. خب ببینیم که دوباره کدوم وره راش. سمت این دوباره بچه ها. فعلا تیما 4-4. ببینیم
چی پیش میاد؟ بچه های میبی سولو باید یکم حواسشون رو جمع کنن. احساس کردم بردن. بچه‌های میبیس احساس کلن ایو ول میکنم کردن. اینا فکر کردم کلن بیخیال ایگن. ای اینجاست که عنوان پراپخش رو دوباره مثل این که خب یه آرموری داریم، یه دونه این بالا، یه دونه بیو. خب یه 3-4 تمیز. ببین 3-3ش میکنه، اصلا اوه نمیذارن اوه. کلام منعقد بشه. بذار ببینیم که 2-3 رو تک شدن بچه ها. یه دونه کم و آخرش هم بچه های میبیسو نذاشتن. یه لحظه سر راند شیشم یه کوچولو گفتن زدیم دیگه. آره ولی خب دوباره به خودشون اومدن ترکوندن بچه ها. عالی. خب بذار من یه اسکرین شات بگیرم و این راندم قطع کنم.